این داستان در مورد عشقیه که یه انسان رو به مقام خدایی رسوند. مردم برای زیارتگاه و معبد ساختن و تا سالها میپرستیدنش. آنتینوس تو شهر کلادیوپولیس که تو شمال شرقی ترکیه امروزیه توی خانواده یونانی متولد شد. سال دقیق تولدش رو کسی نمیدونه، ولی تخمین زدن 27 نوامبر 110 تا 112 میلادی بوده. اون موقع ترکیه امروزی و مصر و یونان و کشورهای اروپایی دریای مدیترانه و شمال آفریقا و غرب آسیا همه به عنوان روم باستان شناخته میشدن و تحت فرمانروایی امپراتور هادریانوس بودن. امپراتور هادریان تو طول مدت حکومتش از قلمرو شهرهای مختلف به صورت حضوری بازدید میکرد تا مردم رو از نزدیک ببینه، سبک زندگیشون و مشکلاتی که دارن رو بتونه برطرف کنه و یکی از امپراتورهای خوب روم باستان بوده. خانواده آنتینوس دهقان بودن و از لحاظ اجتماعی جز خانواده متوسط جامعه محسوب میشدن و فقیر نبودن. و از طرفی آنتینوس تو بچگی آموزش‌های مقدماتی رو دیده بود و میتونست بخونه و بنویسه و این نشون میده که توی خانواده فقیر بزرگ نشده بود. ژوئن سال 123 میلادی بود که امپراتور هادریان به کلادیوپولیس رسید و برای اولین بار آنتینوس رو دید. اون موقع آنتینوس 12-13 ساله بود و امپراتور هادریان 48 ساله. آنتینوس انتخاب شد که به ایتالیا فرستاده بشه و اونجا تحت آموزش قرار بگیره. چند ماه بعد هادریان به ایتالیا برگشت و آنتینوس رو به عنوان یکی از خدمه‌های اصلی خودش انتخاب کرد. 3 سال گذشت و تو طول این مدت هادریان به قدری عاشق و شیفته این پسر جوان شده بود که تو همه سفراش، مراسم مذهبی و غیر مذهبی، آنتینوس حتما باید در کنار هادریان می بود. اون معتقد بود آنتینوس خیلی عاقل و باهوشه و علاقه‌مندی‌های مشترک زیادی هم با هم داشتن، مثل اینکه هر دوشون به شکار علاقه‌مند بودن. همه چیز نشون دهنده شوق و ذوق زیاد هادریان برای اینکه آنتینوس در کنارش باشه بود. اون همیشه یه نیاز رازآلودی داشت که در کنار آنتینوس باشه. آنتینوس تنها کسی بود که به طرز عمیقی با زندگی امپراتور هادریان پیوند خورده بود. از طرفی اون اصلا تو ازدواجش موفق نبود. اونا هیچ بچه‌ای نداشتن. و این میتونست دلیل علاقه عجیب هادریان به آنتینوس رو مشخص کنه. اون اصلا به زنه علاقه‌ای نداشت. گرایشش به پسرای جوان بود. اون موقع توی سری از مناطق این کاملا برای مردای مرفه پذیرفته شده بود. اونا میگفتن که مردای مرفه با این کار از پسر جوون کم بزد حمایت میکنن. به مرد سن بالا اراسته و به پسر جوون ارومنوس میگفتن. ولی از نظر یه سری مناطق دیگه به خاطر تفاوت فرهنگ و مذهبشون این خیلی هم عادی و جا افتاده نبود. آخر سپتامبر سال 130 میلادی بود که هادریان تصمیم گرفت با جمعی از همراهاش که تعدادی از صاحب منصبا و فرماندهای انتظامی و ارتش و یه سری چهره‌های معروف دیگه بودن با ناوگان کوچیکی تو خلاف جهت آب توی رود نیل حرکت کنن و بعد تو ماه اکتبر به فستیوال اوزیریس، خدای زندگی، مرگ و حاصل خیزی برن. به اعتقاد مردم اوزیریس کسی بود که توی رود نیل غرق شد و بعد دوباره زنده شد. و همراه همیشگیش آنتینوس و پسر جوون دیگه به اسم آریستوکرات هم بودن که احتمالاً آنتینوس اون پسر رو به عنوان رقیب خودش میدیده، چون توجه امپراتور رو به خودش جلب کرده بود. در اون زمان آنتینوس دیگه یه پسر نوجوان نبود. از نقاشی‌ها و مجسمه‌ای که ازش هست مشخصه که بدنش عضلانی و پرمو شده بود و حدود 18 تا 20 سال سن داشت. پس میتونست در مقابل سرورش مقاومت بیشتری داشته باشه. و این احتمال هم هست که روابطش با هادریان دچار تغییراتی شده باشه. چند روزی از سفرشون میگذره. وارد ماه اکتبر شدیم. نزدیک فستیوال اوزیریس بود که آنتینوس تو رود نیل سقوط میکنه و غرق میشه. هیچکس علت واقعی مرگ آنتینوس رو نمیدونست. شایعه‌هایی بین مردم پخش شده بود. یه سری‌ها معتقد بودن که حتما همراه‌های هادریان اونو کشتن، ولی خب دلیلی برای این کار نبود، چون آنتینوس هیچ وقت از نفوذ و تأثیری که روی هادریان داشت برای منافع شخصی یا سیاسی استفاده نکرده بود. یه سریای دیگه هم معتقد بودن که آنتینوس خودش رو قربانی کرده تا با هدیه کردن جون خودش سلامتی امپراتور هادریان برگرده. آخه امپراتور هادریان 3 سالی بود که درگیر بیماری سختی بود که حتی پزشکا هم نتونسته بودن درمانش کنن. در اون زمان هبه انسانی خیلی مرسوم بود و مردم معتقد بودن مرگ یک شخص میتونه باعث برگشتن سلامتی یک شخص دیگه بشه. اگه این فرضیه درست باشه، احتمالاً به همین دلیل هادریان علت مرگ رو هیچ وقت اعلام نکرد، چون نمیخواست مردم بدونن که اون در این حد ضعیف و بیمار شده. ولی خب یه سری هم اعتقاد داشتن که هادریان کلاً علت مرگ رو نمیدونست و هیچ وقت هم نفهمید. ولی چیزی که هست اینه که هادریان کلاً هبه انسانی رو نمیپسندید و قوانینی که علیه این کار بود رو سفت و سخت‌تر کرد تا مردم دیگه نتونن این کار رو انجام بدن. هادریان با مرگ آنتینوس به شدت به هم ریخته بود و روحیه‌اش از دست داده بود. شاید هم عذاب وجدان داشت.
تا قبل این آنتینوس باید همه جا در کنار هادریان می بود، ولی الان هادریان اطراف خودش را با تصویرای آنتینوس پر کرده بود. به خاطر نحوه مرگ آنتینوس که به مرگ اوزیریس خدای پس از مرگ شباهت داشت، تو مصر اون همرده اوزیریس شناختن و بهش مقام ایزدی دادن. و البته این کار با دستور مستقیم امپراتور هادریان انجام شد. این کار از نظر قانون مورد تایید نبود، چون آنتینوس یه انسان عادی بود و از خانواده سلطنتی نبود. ایزدنگاری برای خاندان سلطنتی و امپراتور یه امر پذیرفته شده بود، ولی انسان‌های عادی نمیتونستن به عنوان ایزد شناخته بشن. ولی هادریان این کار رو با دستور مستقیم شخص خودش و بدون مجوز انجام داد. تو محل مرگ آنتینوس شهری بنا کرد به اسم آنتینوپولیس. تمام ساختمان‌های قبلی که تو اون شهر بودن رو خراب کرد، به غیر از معبد رامسس، یکی از فرعون‌های مصر، و به جاش ساختمان‌هایی بنا کرد که روی دیوارهاش تصویر آنتینوس نصب شده بود. مجسمه‌های آنتینوس رو تو سر شهر قرار داد و معبدی برای پرستش آنتینوس ساخت. ستاره‌ای رو تو آسمون به یاد اون آنتینوس نامگذاری کرد و حتی تصمیم داشت گله نیلوفر کنار رود نیل رو به یاد اون آنتینوس نامگذاری کنه. اون به شهرهای مختلف میرفت و تلاش میکرد که مردم رو ترغیب کنه که این خدای نوظهور رو بپرستن و یونانیان رو تشویق میکرد که توی این شهر جدید آنتینوپولیس زندگی کنن و براشون یه سری مزایایی در نظر گرفته بود و به مردم قبلی اون شهر اجازه داد که در کنار پرستش آنتینوس خدای قبلی خودشون رو هم بپرستن. به یاد آنتینوس فستیوال و مسابقه هایی برگزار میشد به اسم آنتینوئیا. مسابقات آنتینوئیا تا سده‌ها بعد هم به صورت سالانه برگزار میشد و یکی از مهمترین رویدادها شناخته میشد. این مسابقه شامل گردونه، اسب سواری، فستیوال‌های هنری و موسیقیایی بود و جوایز خیلی خوبی داشت، مثل اعطای حقوق شهروندی، پول، توکن و کمک معیشتی رایگان تمام عمر. مردم فرهنگ‌های مختلف آنتینوس رو به صورت‌های گوناگونی پذیرفته بودن. یه سری اونو به عنوان خدا میدونستن، یه سری اونو به عنوان یک قهرمان قبولش کرده بودن، یه سری هم قهرمان و هم خدا میدونستنش. یه عده‌ای هم بودن که کلاً بهش اعتقادی نداشتن ولی به خاطر هادریان قبولش کرده بودن. افرادی که آنتینوس رو به عنوان یک خدا قبول کرده بودن، اونا خدای خیرخواه میدونستن که میتونست درد و ناراحتی مردم رو بهتر کنه و بهبود ببخشه. و چون آنتینوس یه انسان بود که خدا شده بود، باش ارتباط بیشتری برقرار میکردن. یه عده‌ای هم آنتینوس رو خدای مسلط به مرگ میدونستن و اسم و تصویر آنتینوس رو روی تابوت‌هاشون میکشیدن. هادریان تو سال 138 میلادی تو سن 62 سالگی در حالی که اطرافش پر از تصویرای آنتینوس بود فوت کرد. ولی تا سال 266 میلادی، حدود 130 سال بعد از مرگ هادریان، مردم همچنان آنتینوس رو میپرستیدن و فستیوال آنتینوئیا برگزار میشد. تا اینکه مسیحیت گسترش پیدا کرد و مسیحی‌ها به اون شهر و کشور رو مسلط شدن و بت پرستی ممنوع اعلام شد. از نظر دین مسیحیت آنتینوس یه انسان فانی بود و نمیتونست خدا باشه. از طرفی هم رابطه آنتینوس و هادریان اصلاً مورد پذیرش این دین نبود و از همون موقع ها بود که این دین مخالف سرسخت این نوع رابطه و این نوع گرایش شد. شهر آنتینوپولیس نابود شد و آخرین بقایای سنگ یاد بوده آنتینوس در ساخت سد و کارخونه شکر مورد استفاده قرار گرفت. ولی تعدادی از مجسمه ها رو دوباره بازسازی کردن.